ای تازه چه خبر؟ احترامو باید مثل پول کسب کنی سویت. پس منظورت چیه؟ تو به من احترام نمیذاری؟ منظور من اینه که حرف دلتو بزن نیگا. من گشنمه. پسر مرد نمیتونه بدون غذا زندگی کنه. من اینو میدونم، یه دفعه امتحان کردم. کارل تو به نظر لاغر میای، باید گشنت باشه. آره گشنمه. شما احمقا چی میخواین بخورین؟ بازم تاکو عمرن. مرغ دیگه هم حرف نباشه. من مرغ میخوام. کار تو رانندگی کن، اسمک داره جونش بالا میاد. چه خبر عوضی؟ چه خبر؟ حالا با دختر کاری کردی؟ میدونم خبر خوبی نیست. یه دقیقه صبر کن. مامان چطوری کشته شد؟ باید دربارش حرف بزنیم. ما باید دربارش حرف بزنیم. اونا به خاطر سویت اومده بودن. از کجا باید بدونی؟ تو که مردمو میشناسی. میگم اونا تو رو دوست دارن ولی هیچی نمیگن. لعنتی ترسیده. بعضیا میگن یه ماشین سبز این کارو کرده و با سرعت دور شده. آره ولی مردم دوست دارن حرف بزنن، اینطور نیست؟ تو داری راجع به نصف دو سانتوس حرف میزنی. آره حق با توه، ببخشید. سلام داداش. اونا خونه رو رنگ کردن، هیچی نمیبینن. آفرین زدی به من. کار تو چی میخوری؟ باید غذا بخوری تا انرژی داشته باشی. من شماره 9 سفارش میدم چاقالو. به منم شماره 9 بده، مثل همین. به من شماره 6 با سس اضافه بده. من 2 شماره 9 میخوام، یه دونه 9 بزرگ و شماره 6 با سس اضافی و شماره 7 و شماره 45، یه دونش با پنیر و یه نوشابه بزرگ. ای متاسفم برا، میدونی که من باید راجع به مادر بدونم. میدونم سی جی، میدونم. من فقط دارم سعی میکنم که راجبش فکر نکنم، فقط همین. من حتی نمیدونستم که تیر خورده تا اینکه همه چی تموم شده بود. آره حالا بذار غذامونو بخوریم. گوشت گاو این طرفا پیدا نمیشه. از خوردن این غذا خسته شدم. منم از غذای سرد بدم میاد، برعکس تو هیچ وقت سطل آشغال غذا نخوردم. لعنتی آره جون خودت. غذای منو بده. هی نگاه کن، اونا کیان؟ کجا دارن میرن؟ ای اون عوضیه دارن میرن به محل ما. آماده باشین. گاز بده، برو. گازشو بگیر. چرا هیچ کاری نمی‌کنی اسمو؟ هر وقت هم تموم شد میدمش. ببرون زبون لعنتی تو، بزن بریم. من بس نمی کنم، من غذامو دوست دارم. ای اون عوضی رو بکشی. لعنتی زندگی چه خوبیه. مرسی اسمو تشکر. کار اونجوری نکن. برو سراغ بالاسا. میخوام از غذام لذت میبرم. اون احمقا میخوان ما رو بکشن. یالا اسموک جلو کن. ای من فقط دارم گوشتمو تموم میکنم. من میگفتم این حسودی یا از عاشقیشه، اما تو غذای مخصوصم. لعنتی همش دوزار ریخته رو صندلی. کارون جلوه عوضی، کارون جلوه. واسه همیشه ولی شلوار من تمیز بود. چقدر به پاهات نشستم، غرورمو شکستم، تو حق یه عمر عاشقی رو خوندنی دستم. چقدر به پاهات نشستم، غرورمو شکستم، تو حق یه عمر. مرد اوضاع واقعا بد بود. آره اون بالاسای احمق دیگه هیچ وقت این کارو نمیکنه. کار بیا برگردیم به گروه. اوکی باشه. اومد اون احمق سوراخو پر کرد. خیکی عوضی. دفعه بعد خوب خودت دست به کار شی، وگرنه خودم این کارو میکنم. اون مال گروه. چی گفتی اسموک؟ همه این کارا رو کردید چی غذای منو بخورید؟ آره داشت سرد میشد. همگی میایین سراغ بیر؟ نه عزیزم، من باید برگردم خونه. سی جی منو سوار کن. باشه اسموک بزن بریم، بعدا میبینمتون. سوار شد. اونجا چه اتفاقی افتاد؟ مرد اگه تو بتونی غذا تو بخوری وقتی همه از دست دادنش. سرزنش تو، نه تو درستی پسر.
چی؟ هیچی فقط یه شعر گفتم. هی سموک، تو چرا از گروه رفتی؟ من یه خورده پول از عموم گرفتم، میدونی اینجا جای قشنگیه، ولی گروه قلب من سی جی، چون تو اونجا زندگی میکنی. متشکرم کارل، ببین دلم برات تنگ میشه. متشکرم مرد، کاش سویتم اینطوری فکر میکرد. منظور سی جی نیست، اون هنوز بابت مادرتون ناراحته. یه اسموک بگیر و راحت باش.